درود بر شما برادران عزیز. التماس پیش از خواندن همه مکتوب لایک همانین و همه مکتوب نویسنده همه مادر میخوانم تا آخر گوش کنین که همه پدر و مادر همه برادرمون از ما چی میخواهد. نویسنده محمد علی کیرامدین بابامرادویچ 18 اکتبر سال 1984 در قشلاق دهنه جماعت دهنه رایون یاون ولایت ختلون республикаи тоҷикистон таваллуд шудааст. یعنی این فرزندشون در نظر دارن، فرزندشون گم کردگیان، فرزندشون جستجو کردسیان، کدام برادر رقمای تلفن ما را داده و کدام برادر گفتهشون که میخواه یا مکتوب نویسه و مکتوب دایجا ممنون این برادر در روان کنین. این مادر کتی پدر از شبکه‌های اینترنتی و قدر فهمیش ندارم، فکر کردیم که ما در یگام شبکه تلویزیونی کار میکنیم یا برنامه جدی منیا گفتیان شد. نویسنده پدرش محمد علی بابامراد اکرمویچ، مادرش باباشویوا منزله خداینظرونه. او بعد ختم مکتب از سبب کمبودی‌های زندگی به فدراسیای روسیه ولایت ساراتov ستانسیای ترخانی پاسیولکا ترخانی سفر کرده. یک هفته در آنجا زندگی کرده. بعد از آنجا به دیگر شهر روسیه رفته. تا حال از او درک نیست. یک گروه آدمان یعنی همسایگان به ما خبر دادند که او در ولایت سوردلوفسکی شهر یکاترینبورگ گمانبر می باشد. یعنی امی بچه را همسایه‌هاشون در شهر یکاترینبورگ دیده بودند و تا و چش خبر رساندند که مثال بچه تانه در فلان شهر روسیه دیده در یکاترینبورگ. از برنامه جدی منیا خواهش میکنیم که التماس ما رو رد نکنند. این مادر کدام گفته که این برادر مثال ویدیو میکنه به همین خاطر ما در مکتوب نویسنده دست خطی پیسمو کرده روان کرده و از اینجا میمونم همین پیسمو را التماس میکنم برادرای عزیز، التماس به خاطر اشک چشمانی همین مادر، به خاطر اشک چشمانی پدری همین بچه گمشدگی اکای محمد علی همین ویدیو را یک لایک مونین، یک پدلیتسا کنین، پهن کنین. بچه‌هایی که در یکاترینبورگ قرار دارین صورت هم بچه را میدونم کم ترک صورت خیره ساز نمیتوه پیش میبیارم اوزی التماس صورت هم بچه را خوش رو نظر کنین. در کی جایی که دیده باشینشه گپش زنین اوتا و چشت یا برالاخه برویا همسایه‌هاشون گفتیان که زن داره کودک داره در یکاترینبورگ فلان فلان هم خیلی خبرها و اوضاع رفتگی با اوچهشون رسیدگی لیکن اوچه و اوتش نمیدونن انیق در کجا بودن شو چی حال داشتن شو سو نمیدونن یگان معلومات انیق ندارن فقط ایدهانی مردم همی قگب فهمیده بودن. یکی اگر این برادر خودت ویدیوی ما را دیده سباشی التماس اوتا و اوچه تا یک بار زن بچه هایی که در زندان قرار دارن، بچه هایی که در ترمه در زندانن التماس صورت همی داده را نگاه کنین. این برادر این بسال کلان ایمن دهن و مختش دایتو دارگویده صورت همین برادر خوب نظر کنین. همین برادر اگر در یگان زندانو قرار داشته باشه یا اینکه در یگان زندانو دیده گینشه میشود در خلالات بسیاری گمشدگی را ما از زندانو پیدا میکنین. شاید در یگان زندان قرار داشته باشه التماس همون تلفناتون برین تین همین نمرو دا زنگ زنه. این نمرو یادش نمروی انا بچه امشای یا تا دیگه با همینجا نمر یا خیش تاور دیگه شونده خلاصه دو نمر دا همینجا میمونم در همین نمر میتونه زنگ زنین. ای تمام تماشابینو التماس هم اینا میخدم هم اینا پدر و مادر همین ویدیو را یا لایک بونین یا پدلیت سکنین کامنتار یا دا چیزی می نویسونین. این یا نخترم که مونه نخلان همون یک کامنتار یا نویسونین که همین ویدیو تاپ داره و پدلیت سشاو پراسموت ریکالون گیره. اولش الله نازنین خودش شاید سبب شوه پیدا شوه همین دادر. الله یارو مددگارتون. در آخر ویدیو یک خبر خوشای نه شاید در دیگری ویدیو گم یا دو برادر گم شدگی هم پیدا شدگی و ویدیو بعد این یا ویدیو دیگه میکنم در اون ویدیو انشالله میگم کی بود ای که جو پیدا شد همه میفهمه انتظار شوی. الله نگهبان.